سلام، خوش اومدین به کریپتو بیان. اگه دنبال تحلیل روزانه بیت کوین، اتریوم و آموزش‌های تحلیل تکنیکال هستین، حتما به چنل ما سر بزنید و آموزش‌ها رو به صورت رایگان از چنلمون دریافت کنید. توی چنلمون پلیلیست‌های مختلف آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل روزانه بیت کوین و همه اینا مشخص شده و تو کانال تلگراممون هم هر روز با هم دیگه تحلیل کلی کوین و کوینایی که رودمپ خوبی دارن و ارزش حالا یا خرید یا تحقیق حداقل دارن معرفیشون میکنیم. برای همین تلگرام هم داشته باشین. میتونه توی این مسیر کمکتون بکنه. بریم سراغ تحلیل امروز. خب، از تایم فریم بالاتر شروع میکنیم. اینم که کوچیک کردیم. از تایم فریم بالاتر شروع میکنیم. از تایم فریم ماهانه. خب، تایم فریم ماهانه که 17 روز دیگه مونده و گفتیم که تا وقتی که این شادوی خب این پایین رو نشکونه و به سمت پایین حرکت کنه نمیتونیم فعلا چیزی بگیم. چرا؟ چون که اینجا این سطح 81,000 یک لول مقاومتیه، یک محدوده مقاومتی حمایتیه که به اینجا هم برخورد کرده دوبار به این محدوده تقریبا و دوباره برگشته بالا. اگه بتونه اینو بیاد پایینتر و شروع و بتونه این کف رو بشکونه که تو گذشتن کف مهمی برامون بوده، میتونیم بگیم روندمون کامل ریزشی شده. ولی فعلا تو تایم فریم ماهانه زیاد صحبت نمی کنیم راجبش، چون که 17 روز و 14 ساعت دیگه مونده. خب اصلا نمیتونیم تحلیل کاملی داشته باشیم. تو تایم فریم هفتگی بریم. تو تایم فریم هفتگی خب تو تایم فریم هفتگی هم هفته پیش اومدش و یه کندل دوجی بستش که گفتیم که میتونه هم نشوندنی خریدار باشه هم نشوننده فروشنده. گفتیم باید تو هفته بعد ببینیم که فروشنده ها قوی ترن یا خریدارا، که میبینیم که تو این هفته ای که گذشت که 13 ساعت دیگه بسته میشه کندل هفتگیش، خریدارا اومدن تلاش کردن و تا 94,000 آوردن بالا قیمتو. اینجا نگه داریم، هایشو میاره 94,500 اینجا می نویسه. 94,500 آوردن بالا و فروشنده ها از اونجا آوردن قیمت رو پایین و همین الان تا 89,900 هستش. اگه اینطوری کندل بسته بشه، خب نشوننده زور فروشنده هاستیه. چرا؟ چون که خریدار اومدن یه تستی کردن دوباره اینو که این شادو رو و فروشنده ها آوردنش پایین دوباره. خب که یعنی انتظار میره تو هفته بعد اگه کندل اینطوری بسته بشه یا پایینتر، حتی انتظار میره تو هفته بعد بیاد و این لول 84,000 یا 81,000 اینا رو دوباره یه تستی بکنه. این لول 84 83,000 بیاد یه تستی اونجا بکنه که ببینه میتونه بشکونه یا نه. اگه نشکونه و دوباره به سمت بالا بیاد، امکان شکست این بالا دوباره قوی تر میشه. چرا؟ چون که خب فروشنده آقا تا اینجا آوردیم پایین دیگه، یعنی خریدارا زوری نداشتن. خب بریزین دیگه، بهش بیاین پایین، حداقل اینجا رو تست بکنین. اگه نتونه بیاد، میتونه روند صعودی رو شروع کنه. ولی امکان این که این قرمز بسته بشه و بیاد دوباره این کفای تستی بکنه زیاده. تو تایم فریم روزانه بذارین حجم و اینا هم بیاریم، حالا اون خطا رو زیاد کاری نداریم. تو تایم فریم روزانه میتونیم یه همچین چیزی رو براش بکشیم. یعنی چی؟ یعنی یه روند ریزشی، یه اصلاح قیمتی و زمانی. خب الان داره اصلاح میده و این کی شروع به این میکنه که فهمیدیم اصلاح این کفه 89,000 شکسته بشه. این کفه 89,000 شکسته بشه چون این دوتا که کندل بهش میگیم اینگالف کردن همدیگه رو، یعنی فیک در نظر میگیریم این دوتا رو. خب یعنی اومده یه سطح پایین، همون رو برش بالا. اینو ما کلا حذف میکنیم یه جورایی، انگار مثلا از روندمون اینو حذف کنیم اتفاقی نمیافته. خب این دو تا کندل رو در نظرش نمیگیریم تو تحلیلمون. برای همینه که اون دوتا رو که حذف کنیم کفمون کجا قرار داده میشه؟ میشه اینجا، این لول 89,000 تا حالا اینجا 88,000 اینا. این سطح شکسته بشه میتونیم بگیم که این اصلاح بوده و خب حالا میخوایم بریم و این سطح 84,000 یه تست بگیریم و بعدش هم اگه بتونه ادامه ریزش بده. خب حالا لولامون رو بیاریم دیگه، بریم سراغ تریگر. بریم تو تایم فریم 15 دقیقه. اینجا یه ریزشی خب داشتش تا لول 92,000 اینا تقریبا اومد بالا، 93,500 اومد بالا و یه استراحتی کرد و همین رو برگشت پایین. خب
اینجا که ریخت پایین گفتم دیگه مارکت تو کوتاه مدت هم گفتیم که چی روند زشتی داره. یعنی چی؟ یعنی حرکت خاصی نداره. برای همین گفتیم پوزیشن سریع، سیو سود سریع میکنیم که اگه مارکت تغییر روند داد ما سودمون رو گرفته باشیم از مارکت، که دقیقا هم اینجا باید همینطوری رفتار میکردیم. خب حالا بریم سراغ تریگرهای الان. تریگر پوزیشن لانگمون که ریسکی ها میشه همین لول 90623. خب این لول اگه به سمت بالا داشت میومد و افزایش حجم مخزن داشت میداد، میتونین با این لول یه پوزیشن ریسکی خب باز بکنین، لول 90623. برای پوزیشن شورت هم این لول اینجا بود. خب یعنی چی؟ یعنی لول 89932 این لول برای پوزیشن شورت بود که الان اومده و خب یه فیک کرد به سمت بالا. اگه این اومدش به سمت بالا دوباره تو خود باکس قرار گرفت و به سمت بالا حرکت کرد، میتونید با شکست این پوزیشن باز بکنید. اگه به سمت بالا حرکت نکرد و دوباره اومد اینجا، با شکست همین 89932 میتونید دوباره پوزیشن شورت باز بکنید. اگر خب همین کندل برگشت دوباره پایین یا ویدیو پابلیش شده بود دیگه این لول نبودش، میتونین حالا وایسین یا اینکه بیاد یه پول بکی بزنه موقع ریزش با شکست این کف بگیرین، یا اینکه اگه مثلا به صورت شارپ خواستش بریزه، به صورت شارپ خواست بریزه اینجایی که یه استراتی داد دوباره موقع ریزش پوزیشن باز بکنید. یا اگه همه اینا نه، بیاین لول‌های حمایتی بعدی رو مشخص بکنیم با هم دیگه. لول حمایتیمون، لول حمایتی بعدیمون تقریبا میاد طرف 88928. خب ولی میگم به خاطر اینکه شادوهای خیلی زشتی داریم، میبینین یه فیک کرده همش این سطوح و اینا رو یه محدوده باید در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی امکان باید بذاریم این بیاد اینجا، مثلا میگم اینجا میاد ریاکشن نشون میده، خب با شکست این اون وقت میشه. ولی طرفای محدوده 88928 میتونه حمایت بعدیمون باشه که خب موقع استراحت اونجا یا یه اصلاح قیمتی یا اصلاح زمانی میتونید با شکستش پوزیشن باز بکنید. ولی فعلا اولین تریگرها 90623 برای پوزیشن لاین و 89932 برای پوزیشن شورت. اینجا اتفاقا فیک هم کرد، حواستون باشه این فیک کرد. اگه بیاد آروم آروم استراحت کنه تا تایم آمریکا به سمت بالا حرکت کنه، با شکست این میتونید یه پوزیشن ریسکی باز بکنید. ولی چی جوری؟ با هم دیگه گفتیم تو این موقعیت مثلا میگم اینجا پوزیشن باز میکنیم، استاپتون رو نین بذارین زیر این استاپ کوچیک، مثلا میاد اینجا، خب میاد اینجا یه برخوردی میکنه، یه کوچولو برمیگرده پایین، یه استراحتی میکنه به سمت بالا حرکت میکنه. خب شما بیاین استاپتون رو بزنید زیر این کفی که تشکیل داده شده اینجا که تا اینجاها یه ریسک ریواردی بگیریم و سریع سیو سود بکنید که اگه همینو دوباره اینطوری اومدش و برگشت پایین، شما سودتون رو کرده باشین، ضرر نکنید دیگه. برای پوزیشن لاین گفتیم، برای پوزیشن شورت هم گفتیم. مقاومت بعدی بعد از این 90 مقاومت بعدیمون میاد طرفای، بذارین تو تایم فریم پایین تر بریم قشنگ تر بکشیم. مقاومت میاد که شادو بگیریم قشنگ، میاد طرف 92670. آره یعنی یه چند درصد بگیم 5-6%، 2%، 3%. آره تا این 92000 میتونه بیاد و بعدش هم که میشه همین 94259 که مهمترین مقاومتمونه. حمایت هم که اولیش همین 89000 که گفتیم میتونید پوزیشن شورت باز کنین، بعدش 88000 و بعدش دیگه میاد 86000. ولی آره با این لول میتونید حتما پوزیشن امروز باز بکنید، چون که توی رنجی بوده که قشنگ 2 روز استراحت هم کرده. اینجا میتونید ببینید 1 روز و 19 ساعت همون تقریبا 2 روز استراحت کرده، پس رنج معتبری برای ما، هم از پایین هم از بالا میتونید شکستش رو پوزیشن بگیریم. این از این ریکوردم که داره میکنه. بریم دامیننس بیت کوین. دامیننس بیت کوین هم اینو پاک میکنیم، این لول هم پاک میکنیم، این خط رو میاریم بالاتر، اون خط هم که همونجا هستش اینم فعلا پاک میکنیم. بین رنج 5945 و 5899 بین این باکس یه رنجی رو تشکیل داره میده،
رنج رو تشکیل داده که دو بار از بالا و پایین فیک کرده این باکس رو، ولی دوباره تو همین باکس داره حرکت میکنه. پس اولین مقاومتون 59.45 که میشه این خطه که این صف رو تشکیل داده، و اولین حمایتمون هم 58.99 که میشه این خطه. حالا این برای ما مهمه که یعنی مثلا اگه این شکست حتما سعودی میشه، اگه این شکست نه. گذشته مارکت به ما نشون داده که دامیننس بیت کوین خیلی زشت داره حرکت میکنه. پس خب باید چیکار کنیم؟ میایم اینجا میبینیم خب بیت کوین مثلا یک کندل قرمز زد بعد سبز زد، میایم دامیننس میبینیم اینم داره سبز میزنه، پس رو خود بیت کوین پوزیشن لانگ منطقی تره. خب میایم تو 15 دقیقه داره کندل سبز میزنه، بیت کوین رو می‌کنیم یه سبز بزرگ زده، خب پس رو خود بیت کوین پوزیشن لانگ گرفتن منطقی تره. موقع پوزیشن باز کردن، موقع شکست یه سری لول‌ها تو کوینا که می‌خوایم پوزیشن باز بکنین، میاین کندل به کندل دامیننس رو نگاه می‌کنین. اگه بیت کوین سبز میزد دامیننس هم سبز میزد، رو خود بیت کوین پوزیشن لانگ باز می‌کنین. اگه بیت کوین سبز میزد دامیننس قرمز میزد، رو آلت کوین ها پوزیشن لانگ میشه، و برای پوزیشن شورت هم همینطور بالعکسش. دامیننس تتر یه نگاهی بندازیم با هم دیگه. دامیننس تتر اینو میتونیم بیایم اوکیش کنیم. خب این هم باید تایم فریم 15 دقیقه دیگه همون رنج رو تشکیل بدیم. تو تایم فریم 15 دقیقه تو تایم فریم 15 دقیقه لول 6.10 برای پوزیشن لانگ و لول 6.14 برای پوزیشن شورت. آره درسته، برای پوزیشن شورت این رنج شکسته میشه و الان خب یه کندل فیک کردش دوباره برگشته تو خود این باکسه. باید ببینیم که از هر طرف خواست شکسته بشه میتونیم پوزیشن باز بکنیم. لولای بعدیش هم بعد از این 6.14 میتونه لول، بذارین 4 ساعته رو بریم با هم دیگه. اون لول شکسته بشه میتونه تا 6.37 یا تو تایم فریم پایینتر بریم 1 ساعته. آره دقیقاً میتونه تا 6.37 حرکت بکنه که میشه همون فکر کنم آره 3% بهتر 6.37 حرکت بکنه. و اگه شکست 6.10 رو نتونستیم بگیرین حمایت بعدی میشه 5.95 که میشه این لول. تو 15 دقیقه هم بریم بالاتر نمیاد، نه اون 5.90 5.96 بخش اینجا این خط. اونم که مشخص کردیم. تو توتال بریم توتال همشون همین رنجو دارن دیگه. حالا من الان برای همش مشخص میکنم. این لول و این لول شکست 3.05 برای پوزیشن لانگ و شکست 3.03 برای پوزیشن شورت. حمایت بعدیش 2.99 که میشه این ناحیه و مقاومت بعدیش هم 3.11 توی توتال 2. خب توتال 2 رنج تشکیل نداده. خب برای پوزیشن لانگ 1.24 لول مقاومتیشه که با شکست این حتما پوزیشن لانگ باز بکنید، و برای پوزیشن شورت هم میتونستیم با همینجا باز بکنید که شکسته شد الان. خب با اینجا میتونستیم باز بکنید، ولی خب با شکست همین لول هم میتونید پوزیشن باز بکنید. نگاه کنید با شکست این کفه که میشه این کندله. اگه اینجایی که اومده برگرده بالا و دوباره خواست بشکونه، یعنی دوباره خواست این کف رو بشکونه، شما میتونید پوزیشن باز بکنید. چرا؟ چون میتونید بگیم پول بک زد به این لول دیگه. این خطه چیه؟ اینجا بود اشتباه. آره و حمایت بعدیش هم 1.22 و مقاومت بعد از این 1.24 هم میاد پایین تر قرار میگیره که میشه 1.27. توتال 3 رو با هم دیگه نگاه کنیم. توتال 3 هم برای پوزیشن لانگ میشه 866 و برای پوزیشن شورت الان بخوایم بگیم میشه همین لول 859. حمایت بعدش 855 و مقاومت بعد از 866 هم میاد قسمت 873 این لول قرار میگیره. آدرزادی رو با هم نگاه کنیم. آدرزادی رو تو تایم فریم بالاتر با نگاه کنیم.
خب آدرزادی هم اینو میاریم اینجا قرار میدیم. حمایتش 6.78 و خب به این لول ها یه ریاکشن نشون داره میده. بعد از یه ریزش یه شیبش کم شده و داره یه استراتی رو تشکیل میده. حالا باید صبر کنیم دیگه. مثلا برای پوزیشن لانگ فعلا داره چی رو میگه این روند ریزشی؟ هر دفعه هم دارم تحلیل میگم، داره میگه که فعلا اصلا هیچی خوب نیست توی آلت کوین ها که بخوای پیگیر بشیم. ولی اولین لول برای اینکه بگیم حالا یه لگ سودیو میخواد شروع کنه لول 6.93 هست. آره. اتریوم هم یه نگاهی با هم دیگه بندازیم. تایم فریم 15 دقیقه. این لول میاد پایین تر قرار میگیره و این لول میاد اینجا قرار میگیره. این لول هم بخوایم اینو بزرگ کنیم، این هم من میارم همینجا قرار میدم. اتریوم هنوز از اون باکسش خارج نشده. خب آره هنوز از اون باکس خارج نشده. تریگره بذارین شکست 3129 حتما پوزیشن لانگ باش باز بکنید و شکست 3095 هم میتونید پوزیشن شورت باز بکنید. ولی باید ببینید دامیننس خب چه جوریه دیگه. اگه موقع ریزش بیت کوین دامیننس سعودی بود، آره رو خود اتریوم میتونید پیگیر بشید. ولی این شکست 3129 تریگر خوبی میتونه باشه و لول بعدیش هم برای حمایت، برای مقاومت دو تا لول میتونه باشه دیگه. این دو تا خط میتونه لول 3255 یا 3265. حالا فرقی هم نداره، جفتش توی لوله که یعنی تقریبا میشه چند درصد بالاتر از این لول بخوایم بگیریم، میشه 4% بالاتر. برای همین بالا این لول 3129 میتونید پوزیشن لانگ باز بکنید. با این لول هم اگه پوزیشن شورت باز کردین میتونه یه لول حمایتی اینجا باشه و بعدیش هم که میشه 3014. این هم باید حواستون باشه. ولی پوزیشن ها رو چجوری باز میکنیم؟ استاپ کوچیک، سیو سود سریع. این هم از این. بیت کوین هم که صحبت کردیم، تو 4 ساعت هم نگاه کردیم. میبینین به هم ریخته است، یعنی تو 4 ساعته نمیتونین بگین چی جوریه، مثلا یه کندل بزرگ، شادوی بزرگ. این یعنی حرکتتون تو تایم فریم پایین‌تره. اینا تایم فریم 15 دقیقه است. برای همین شما باید بیاین 15 دقیقه نگاه بکنید. این لول هم اگر دست رفت با شکست همین کفه میتونین باز بکنید که استاپتون هم میاد همین بالای سقفه. بعد ولی سیو سود سریع انجام بدین. خب خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه هر سوالی دارین توی کامنت ها بنویسین و اینکه حواستون به مارکت باشه. مارکت همیشه هست ولی سرمایه‌تون نه، پس منطقی تصمیم بگیرید. مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک داشته باشین حتما. و اینکه امروز هم شنبه یک شنبه است، یعنی امروز یک شنبه است دیگه. حجم امکان داره کم باشه ولی امکان داره طرفای ساعت 4:05 که مارکت آمریکا باز میشه یا دوشنبه خب یه حرکتی رو داشته باشه. باید ببینیم که کندل هفتگی چجوری میبنده و اینکه خب اگه قرمز بستش که باید ادامه روند رو برن، فروشنده باید حضور پیدا بکنن. اگه نکنن شک میکنیم و ضعف روند فروشنده است دیگه. ولی هر روز با هم دیگه هستیم، تحلیل میذاریم و اینکه اگه خبری بشه یا اتفاقی بیفته با هم دیگه بررسی میکنیم و لولایی که میتونیم پوزیشن باز بکنیم و در میاریم که جا نمونیم. خیلی ممنون. مراقب خودتون باشیم و سرمایه‌تون. فعلا